سلام و خیر مقدم عرض میکنم به استاد محترم استاد محمدی شاهرودی عزیز که قدم به چشم من گذاشتن مثل هفته گذشته. آقا سلام، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز و آرزوی سلامتی و توفیقات روزافزون. خدای متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما عزیزان باشم. ان شاءالله که اون چیه مورد رضای خودش هست بر زبان ما و شما جاری بشه و ان شاءالله که جلسه پربرکت و پرثمر و پرثواب باشه. ما این امیدی رو داریم چون خدا کسانی که دنبال علم باشن دوستشون داره. پیامبر فرمودن طلب العلم فریضة علی کل مسلم الا فان الله یحب وقات العلم. دنبال علم بودن بر هر مسلمانی واجبه، هم واجب عقلیه هم واجب شرعیه. از هر جهت که انسان نگاه میکنه میبینه که واجبه. آگاه باشید که خدای متعال پیروان علم، دنبال کنندگان علم، جستجوگران علم رو دوست می‌دارد. بغات جمع باغیه، باغی هم یعنی خواهان، طالب، جستجوگر. خداوند خواهان علم رو دوست می‌دارد. یکی از بهترین راه‌ها هم برای به علم رسیدن پرسش و پاسخ است که در قرآن و در جاهای دیگه فراوان داریم. امام صادق فرمودن انما یهلک الناس لانهم لا یسألون. مردم فقط و فقط به این دلیل هلاک میشن که نمیپرسن. بپرسن منتها راه روشن بشه و آره واقعا از جهل در بیان. آره انشالله که با سوالهای خوب دوستان انشالله ما هم وارد گنجینه‌های علوم بشیم و هممون با هم استفاده بکنیم. به نظرم من و مردم هم خیلی باید خدا رو شکر بکنیم از این باید که پیش شما هستیم و حالا من نزدیکترم. من باید بیشتر خدا رو شکر بکنم که محضر عالم عامل دین هستم و انشالله که قدردان باشیم هممون بیش از پیش. دست شما هم درد نکنه. بریم سراغ طرح سوالات مردم. بله بفرمایید. گفتن آیا هنگامی که بذارید این سوال دوم باشه، سوال اول این بهتره. گفتن برای حرکت در مسیر عرفان و رسیدن به ذات حق تعالی از کجا باید شروع کرد و چطور؟ یه سری کتاب ها در این باره نوشته شده مثل مراقبات مرحوم جواد آقای تبریزی. کتاب خوبی است، ترجمه فارسی هم داره و روان هم هست. مرحوم علامه تهرانی کتابی دارن به نام لب و لباب، مال همین سیر و سلوک و این هم هست. رساله اون علامه بحرالعلوم که باز خود مرحوم علامه تهرانی اون رو شرح کردن. اینا برای مردم عادی سنگین نیست خیلی که؟ نه میتونن استفاده. شرح‌های مرحوم علامه خیلی روان و ساده. مطلب بعد این که خب آقایون 25 مرحله گفتن که ما بخوایم 25 مرحله رو بگیم خودش چند جلسه وقت میخواد. اما خلاصه شو من تو چند مرحله عرض میکنم. میفرمایید. گام اول توبهه. تا ظرف نفس انسان پاک نشه هر چی توش بریزی فاسد میکنه. اگه این ظرف پاک نباشه ذکر و ورد و نمیدونم هر چی توش بریزی خلاص اونو فاسد میکنه و بدتر هم میشه. چون خالی باشه بهتر از اینه که بخواد پر باشه و با چیزهایی که آلوده میشن بوم میگیره و چیزی از این قبیل. با توبه باید ظرف نفس کلا پاک بشه. یه چیزی بپرسم. بله. اون مظروف ممکن نیست جوری باشه که این ظرف آلوده رو پاک کنه؟ یعنی مثلا شما میگین این ظرف اگه آلوده باشه هر چیزی توش بریزی آلوده میشه اونم. بله. من میگم چیزی نداریم که اون انقدر طاهر باشه که حتی این ظرف هم پاک کنه. جای توبه رو هیچی نمیگیره. جای توبه رو هیچی نمیگیره. توبه مطهر مطلقه و مکفر مطلق. مثلا ما در قرآن داریم که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدا هرگز شرک رو نمیبخشه. غیر شرک هر کس رو بخواد میبخشه. اما توبه شرک رو هم پاک میکنه. هیچ چی باقی نمیذاره. مثلا شفاعت هست، تفضل هست، اما شرک رو پاک نمیکنه. آنچه که همه چی رو پاک میکنه توبه هست که مکفر مطلق و مطهر مطلق. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین در قرآن داریم.
گام دوم آقایون میگن یقظه، یعنی بیداری. مثلا از خواب غفلت بیدار بشه، توجه داشته باشه که من مسافرم، خیلی هم فرصت ندارم، حتما باید به اندازه زاد و توشه داشته باشم که مقصد برسم، که تو راه نمونم. این نیاز به بیداری داره که انسان از خواب بیدار بشه. گام بعدی آقایون میگن که مشارطه، یعنی هر روز صبح که انسان از خواب بیدار میشه با نفسش شرط و شروطی رو داشته باشه. امروز روز جدیدی است که خدا به من روزی داده، توفیق داده و مجال داده، بالا غیرتاً دستورات خدا رو انجام بده و محرمات رو ترک کن. اگر نباشه تنبیه خواهی شد. صبح انسان شرط و شروط ها رو با نفسش داشته باشه. در طول روز هم به شدت مراقبت کنه که نفس سرش کلاه نذاره، خطا نکنه. مثل یک ناظر، مثل شریکی که هر لحظه شریک میکنه سرش کلاه بذاره، با دقت رو تحت نظر میگیره. انسان نفس رو تحت نظر داشته باشه که سرش کلاه نذاره و منحرف نشه. آخر شب که شد قبل از خوابیدن خودشو به حساب بکشه. اینا بسیارش تو روایات و تو آیات هم هست. مثلا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا در روایت داریم. لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم مرة او مرتين. از این چیزا داریم تو روایاتمون. خودشو به حساب بکشه چیکار کرده. اگه کارو خوب کرده خب خدا رو شکر کنه که در این روز کارهای خوب انجام میده. کار بد کرده نفس رو تنبیه بکنه. آقایون میگن که معاتبه، یعنی بعد از محاسبه آخر شب معاتبه، سرزنش و تنبیه. چون مال شبهناک خوردی که نباید میخوردی، فردا روزه باید بگیری. روزه فردا مال اینه که امروز اون غذای شبهناک رو خوردی، اون تصویری که نباید میدیدی و دیدی. تنبیهت اینه که چی دوست داره نفس مدتی محروم بشه. خودت رو تنبیه. بله. این 4-5 تا گام که من عرض کردم اینها خیلی خوبه. اما بخوایم بریم پایین‌تر برای عامه مردم بگیم. عموم مردم 2 کار رو انجام بدن. یک، ایمانشون رو برهانی کنن، تقویت کنن، ریشه دارش کنن. ایمان 2 نوع هست، تو قرآن هم داریم، مستقر و مستودع. ایمان مستودع رو شیطان به سرقت میبره. در طول عمرم زورش نرسه، هنگام احتضار حتما به سرقت میبره. عجب. ایمان مستودع رو که این بحث عدیله عند الموت بحث مهمی است تو ادبیات دینی ما، که انسان هنگام مرگ از دین برمیگرده، ایمانش از دست میده خاطر تلاش شیطان. ایمان رو ریشه دارش بکنیم که شیطان نتونه ایمان انسان رو به سرقت ببره. این 1 و 2 کار انجام بدیم. خیلی ساده. واجبات رو انجام بدیم که شرع گفته واجب، اون رو انجام بدیم. محرمات رو ترک کنیم، کار حرام رو ترک کنیم. حالا مکروهات اونها باشه طلبمون. اخلاقمون رو خوب کنیم. بعد امیرالمومنین فرمودن دیگه لایبالی، دیگه مقصد رسیده. وقع علی الموت او الموت یقع علیه. بعد فرمود والله لابن ابی طالب لا یبالی وقع علی الموت او الموت یقع علیه. براش فرق نمیکنه، او سراغ مرگ بر مرگ. او اون جایی که میخواست برسه رسیده، کاری که باید انجام میداد و انجام داده. یه بار دیگه تیتروار بگین. گفتیم ایمان رو تقویت کنن، ریشه دار کنن. این 1. در کنارش عمل صالح. عمل صالح یعنی چه؟ انجام واجبات، اداء الفرائض. اینا من اصطلاحش میگم که دوستان میخوان سرچ کنن عین روایت رو، سندش اینا به دست بیارن، راحت باشه. وقتی اداء الفرائض شما همینا سرچ کردی کل روایت میاد. آره. انجام واجبات و اجتناب عن المحارم، حرام ها رو ترک کنه، و اجتماع علی المکارم، مکارم اخلاق به دست بیاره. این 3 گام دیگه لایبال، دیگه باکیش نباشه که حالا کی میره چه جوری میره، دیگه اصلا مهم نیست. اون بخش اول ایمانش رو تقویت کنه توضیحی نداره. چرا؟ خودش یه جلسه وقت میخواد توضیح بده. چون اولم اومده به نظرم خیلی مهمه. آره. عرض کنم که از 4 کار رو انجام بدن خوبه. این که باورشون رو باور عقلی بکنن. الان باور ماها غالبا باور تقلیدی و موروثی و شناسنامه ایه. اینا رو استدلالی بکنیم. مطالعات بیشتر، تحقیق بیشتر، تفکر بیشتر، تعقل بیشتر. این هم قرآن
دعوت میکنه. دعوت کرد. لعلهم یتفکرون یعقلون. خیلی زیاد انسان ایمانش رو، باورش رو عقلی بکنه. اگه گفتم چرا میگه خدا هست، به این دلیل، به این دلیل. عقل من میگه خدا هست، عقل من میگه خدا عادله. از این بالاتر ایمان رو انسان قلبیش کنه. از راه عقل انسان خدا رو باور میکنه. مثل اینکه از دور یک دود میبینه، عقلش میگه حتما اونجا آتش هست. آتش رو ندیده، حس نکرده. درسته. از دور دود دیده، ممکن اون دود مثلا فرض گرد خاک باشه، ممکنه مه باشه، ممکن چیز دیگه باشه، ولی عقلش میگه اونجا آتش هست. راه دل نه، میره کنار آتش، با چشم میبینه، با حس لامسه حس میکنه، نه میره داخل آتش، جز آتش میشه. با راه عقل انسان میگه خدا هست حتما به این دلیل، به این دلیل. خدا رحمان است، رحیم است، عادل است، به این دلیل، به این دلیل. 10 تا برهان اقامه میکنه. بله. از راه دل نه، خدا رو میبینه دیگه، پیش خداست دیگه، نیازی به استدلال عقلی نداره. مثلا وقتی پیش انسان خدا رو میبینه، بهشت رو میبینه، جهنم رو میبینه، اهل بهشت و جهنم رو میبینه، فریاد جهنمی ها تو گوششه. خب این راه کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، لام و نون تأکید ثقیله و این همه اینها تأکیده، حتما میبینید. خب این راه خیلی بهتره. این راه هم با تهذیب نفس، پرهیز از گناه، اگه انسان دنبال تقوا رفت، این چشم باز میشه. در خطبه 193 نهج البلاغه، خطبه متقین، خطبه حمام داره که هم یعنی متقین، والجنتو کمن قد رآها و هم فیها منعمون. اینا به جای رسن که بهشت رو میبینن، خودشون هم داخل بهشت متنعم میبینن. هم و نارو کمن قد رآها و هم فیها معذبون. اینا به جای رسن که جهنم رو میبینن و خودشون هم تو جهنم معذب میبینن. حالا ما یه سوال از دوستان بیننده بپرسیم دیگه. همه شما دارین سوال جواب میدین. آره سوال اینه، خب اینا یا تو بهشتن، خودشون تو بهشت میبینن دیگه، تو جهنم نیستن، یا تو جهنمن که دیگه تو بهشت نمیبینن. بله. چطور از این فرمایید که هم تو بهشتن خودشون تو بهشت میبینن، هم تو جهنم خودشون توی جهنم میبینن. بله، با تقوا انسان به جایی میرسه که بهشت جهنم رو میبینه، خدا رو میبینه، چشم دلش باز میشه. خلاص خب این ایمان خیلی قوی تر از اون ایمانه. ولذا کسانی که از این راه رفتن اونها رو تخطئه میکنن، میگن پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. میگن با پای چوبی که نمیشه قله دماوند رو طی کرد، که پای حقیقی میخواد. پای حقیقی پای دله. راه سوم که در واقع میشه یک میانبر هست، این که انسان دست تو دست قرآن و اطرت داشته باشه. درست. این دوتا انسان رو مقصد میرسونن، تضمین شده ها. پیامبر انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. ما ان تمسکتما، مادام میشه اینها متمسک بشید، لن تضلوا ابدا، گم نمیشید. اینا شما رو حتما به مقصد میرسونن. و انسان ملازم با قرآن اطرت باشه. راه چهارم یه سری دعاها هست، سری ذکرها هست. من بعضیش عرض میکنم خدمت دوستان. امام صادق فرمودن در آخرت، در آخر الزمان، حفظ ایمان سخت‌تر است از نگه داشتن آتش تو کف دست. راوی گفت آقا جان پس ما چیکار کنیم در اون زمان؟ فرمود این ذکر رو زیاد بگید. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. این بهش میگن دعای غریق. یه کلمه هم نباید بیشتر باشه، نباید کم. آره اون طرف وقت می‌خواست که یاد گرفتم گفت که یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. اون فرمود بله من میدونم خدا مقلب القلوب والابصار، ولی من ابصار نگفتم. چی من گفتم رو بگو. بعداً بنده فکر کردم اصلا اینجا جای ابصار نیست، اضافه کردن ابصار اینجا غلطه. بله خدا مقلب القلوب والابصار هست، اما جاش اینجا نیست. بله هر چیزی جایی داره. چه بحث ایمانه، بحث دله. باید بگیم که دل دست خداست، نه اینکه با بصارت با بصیر چیکار داریم ما. بله خدا مقلب القلوب والابصار است، اون جایی که باید دلها و بصرها رو تغییر بده. اینجا بحث ایمان است. بله این یکی. دوم اون دعای اللهم عرفنی نفسک، بسیار دعای ارزشمندی است. زیارت آل یاسین که انسان یک دور عقایدش اونجا مرور میکنه، بعد هم خود ارتباط با امام زمان علیه السلام آثار فراوانی داره.
این دعای عشرات دعای بسیار ارزشمندی است. حداقل هفته یک بار عصر جمعه بخونن، اونجا انسان خدا رو شاهد میگیره، فرشته‌ها رو شاهد میگیره، همه اولیا خدا رو شاهد میگیره، بعد یک دور عقایدش رو کامل میگه. خدا من باورم این هاست، بعد میگه اینو من به شما به خدا امانت سپردم، پیش تو امانت سپردم که به موقع من برش گردانی. دعای ادله اندر موت داریم، دعای بسیار ارزشمندی است. ما صادق ازش پرسیدن، گفتیم میشه ایمان دو نوع هست، ایمان مستودع و ایمان مستقر. اینا ایمان مستودع رو شیطان به سرقت میبره. امام فرمود درسته. رابی گفت چیکار کنیم؟ فرمود بعد از هر نماز واجب این تعقیب رو بخونید، رضیت بالله ربا و محمد صلی الله علیه و سلم نبی تا آخرش. هر روز انسان 5 بار عقاید رو تو نفسش تلقین بکنه تا نهادینه بشه، رسوخ کنه و ثابت بمونه. حالا بعضی از دعاها رو من گفتم، دعاهای دیگه هم هست دوستان. خیلی ممنونم. ان شاءالله خدا کمکمون بکنه هممون در همین مسیر معرفت آموزی و سیر و سلوک و عرفان درست در مسیر درستش قرار بگیریم به برکت راهنمایی‌های استاد محمدی شاهرودی عزیز و مثل ایشان. با این امید و آرزو بریم یه فاصله دوستانمون بگیریم، برگردیم و سوال بعدی رو بپرسم از استاد. بفرمایید. خب فهمیدن که 9 دقیقه ما فرصت داریم تا ببینیم چند تا سوال میرسیم مطرح کنیم. گفتن آیا هنگامی که از موضوعی مثلا از رفتار پدر و مادرمون ناراحت میشیم، با خدا درد و دل کنیم، حتی گلایه هم کنیم، آیا ناشکری حساب میشه؟ تو جمله بعدیشون هم باز رو همین موضوع تاکید کرد. با خدا انسان هر چی بگه عیب نداره. از دست خدا هم به خدا شکایت کنه عیب نداره. فقط به دیگران. به دیگران. پیش دیگران نگه. پدر مادر کاری کردن پیش دیگران بگه، هم غیبته، هم ناشکریه، هم اون حق پدر و مادر مراعات نشده. اما از اونا پیش خدا بگی اشکال نه. اشکال نه. پیش خدا هر چی بگه انسان، هم خدا دوست داره که بنده باش صحبت کنه. یا رفیق من لا رفیق من لا رفیق. بله اینه که اینجا هیچ اشکالی نداره. انسان با خدا هر چه درد دل کنه، راز نیاز کنه، تا خوبم هست. گاه انسان سفره دلش پیش خدا باز کنه و آره به خدا. آره. سبک میشه آدم. آره. از هر کسی گلگی یا ناراحتی آدم داره با خدا، منتها به ناحق نباشه، چون خدا میخواد تو داره دروغ میگی که به حق باشه. آخه اونی که معمولا میره گلگی میکنه همه خودشون حق میدونن دیگه. اون عیب نداره دیگه. آره دیگه. بالاخره پیش خدا اینش خوبه که طرف مقابل چیز نداره، کاری باشه. درست. حتی یه جاهایی هم شاید لازم باشه به طرف مقابل هم مثلا اگر باعث دفع اون ظلم بشه، باعث جلوگیری از گناه بشه، خوبه. آره. اما غیر از این باشه، غیبت میشه، نمیدونم گاهی تهمت میشه. حقی که پدر و مادر دارن خیلی زیاده. با این ناراحتی کوچیکی که ما داریم حق نداریم اون حق بزرگ رو نبینیم. اونجا خیلی سخته. میشه غیر خدا سخته. راست میگی. درست. خب بریم سراغ بعدی. گفتن اگر شخص گناهکاری برای اهل بیت علیهم السلام یک کارهایی انجام داده ولی خیلی اهل بندگی خدا نبوده، مثلا کاهل نماز بوده یا نماز نمیخونده، آیا احتمالش وجود داره که در برزخ با شفاعت اهل بیت علیهم السلام بهشتی بشه؟ چون در اینترنت داستانهایی خوندم که چنین اتفاقاتی افتاده. لطفاً توضیح بدید. من یاد اون جمله های عبارات پایانی امام صادق افتادم قبل از شهادتشون، همه رو جمع کردن. بله. دعاتنا و شفاعتنا مستخف بالسلام. چند نکته از نکته اول این که تا اینکه این فرد ایمان داره یا ایمان نداره. اگه ایمان نداره نه شفاعت به دردش میخوره، نه عذاب کشیدن به دردش میخوره، نه اون کاری که انجام داده مشکلش رو حل میکنه. بله تو دنیا خدا هم باش تصفیه حساب میکنه. نشد سکرات موتش آسونه، نشد اون طرف عذابش تخفیف داده میشه به اندازه که حقش ادا بشه، اما اهل بهشت نخواهد بود اگر بی ایمان از دنیا بود. ما ایمان داشته باشه بله اینها تاثیر داره، کارهای مثبتی که انجام داده تاثیر داره. منتها که حالا نماز نخونده باز خودش دو صورت داره. یه وقتی که مثلا تنبلی کرده، کوتاهی کرده، نمیدونم اینجوری بوده، نماز رو قبول داشته، ناراحت هم بوده که من چرا نماز نمیخونم. یه وقت نه اصلا گفت نماز چیه؟ این نماز تا جایی میگه اصلا اینا اصلا از ایمان خارج میکنه، ایمان رو از بین میبره. موارد فرق میکنه. پاسخش اجمالاً مثبته، یعنی
اقداماتی که درباره اهل بیت یا پدر مادر یا صاحبان حق کارهایی که انجام داده اونها یه جای دستشو میگیره، یه جایی به دردش میخوره، یا تو برزخ هم به دردش نخوره، تو قیامت هم به دردش نخوره، بعد از اینکه رفت تو جهنم مدتی سوخت اون وقت به دردش میخوره. فاطمه زهرا سلام الله علیها آقای خانومش مأمور کرد که بیاد ازش بپرسه که او شیعه شما، که اون آقا شیعه اهل بیت هست یا نیست. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن شیعه ما کسی است که اوامر و نواهی ما رو امتثال بکنه، دستورات ما رو اجرا بکنه، اگه اجرا میکنه هست، اگر نیست نیست. خانم خبر رو داد به شوهرش شروع کرد گریه کردن و جزع و فضع که پس ما تو جهنم جاودانه خواهیم موند، چون ما بعضی از دستوراتشون اجرا نمی کنیم، نماز نمی کنیم مثلا، یا گناه میکنیم، پس دیگه ما تو جهنم باید جاودانه بمونیم. این خانم دوباره برگشت خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها و ماجرا رو گفت. حضرت اون اشتباه کرده شوهر شما. شیعتنا خیار اهل الجنه، شیعان ما گلهای سر سبد بهشتن، برگزیدگان اهل بهشتن. منزل شیعیان برای اهل بهشت مثل ستارگان آسمان برای ماست، انقدر دور از دسترسی. فرمود که اونها برگزیده هستن، اما هر کس محبت ما رو داشته باشه. این کسی که این کارا کرده برای اهل بیت محبت اهل بیت رو داره دیگه. بله. اگر گناهی کرده باشه تو همین دنیا با بلاهایی که برش نازل میشه مثل بیماری، فقر، چیزی از این قبیل پاک میشه، گناهانش پاک میشه. نشد سکرات موت پاکش میکنه، سختی های جان کندن اینا. نشد تو برزخ اونجا گرفتار فشار قبر و انواع اون عذاب های برزخی پاکش میکنه. اگر نشد میره جهنم بعد از قیامت، بعد اون 50,000 سال میره جهنم، طبقات بالای جهنم میمونه تا به موقعش ما اهل بیت بریم و ازش شفاعت کنیم و نجاتش بدیم. طبعا کسی که محب اهل بیت بوده خلاصه یه جا این محبت به دردش میخوره، ولی بعد از صدها هزار سال، بعد از 300,000 سال ممکنه که این محبت به دردش بخوره. حتما به دردش بخوره. اما چون اینجا توی سوال به طور مشخص نوشتن آدم کاهل نماز بوده یا اصلا نماز نمیخونده، میشه در این دو صورت یه ذره واضح تر؟ بله، این که ما فرمود که شفاعت ما به این شخص نمیرسه، شاید معنیش اینه که شفاعت ما به شکل علت تامه به دردش نمیخوره. به شکل علت ناقصه چرا؟ که بگیم که این فقط همین شفاعت رو کلا نجات بده، بهشتی کنه. نه، شفاعت در کنار چیزهای دیگه ممکنه که این شخص رو نجات بده. یه تعریف هم از کاهل نماز و بی نماز میشه ارائه کنید؟ چون مثلا میگم ممکنه که کسی در طول سال یا مثلا در طول ماه 2 بار 3 بار مثلا 2 روز نماز خونده در طول یه ماه، این اصلا نماز نخون باید بهش بگیم یا کاهل نمازه؟ چجوری؟ گرچه اینا عرفیه، ولی بنده به عنوان یک عرف ایشون رو دیگه نماز خون نمیدونم. کسی ماهی یه بار 2 بار نماز خونه دیگه ما بهش نماز خون نمیگیم. اما کاهل نماز هم کسانی هستن که در نماز سستی میکنن. تو هم آیه کریمه ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، از ما صلات کردن ساهون کیا هستن که وای بر اونها، کاهل نمازن، ساهلن در نماز. اون کسانی که نماز از اول وقت بی جهت به تأخیر میندازن، حالا میخونیم مثلا دیگه میخونیم تا گاهی نماز قضا میشه، اینها کاهل نمازن. اینها پس نماز میخونه منتهای وقتایی سستی میکنه تا نماز قضا میشه. خیلی ممنونم استاد محمدی شارودی عزیز، دست شما درد نکنه. مثل همیشه استفاده کردیم و نکات جدیدی یاد گرفتیم. خدا خیرتون بده. عواملی ندارین، محتاجیم به دعای خیرتون. خیلی ممنونم که برنامه رو تا پایان تماشا کردین و 162 شماره رابطومی سازمان رو فراموش نکنید. توی ایتا ما کلی متن و صوت و تصاویر متحرک بارگذاری میکنیم توی آدرس برنامه که داره زیرنویس میشه برای شما. آدرسش هست یاد خدا QTV. میتونید اونجا مراجعه بفرمایید اگر مباحث رو از دست دادین اونجا استفاده بکنید. مراقب خودتون باشین. التماس دعا یا حق. خداحافظ.